سلام دوستان عزیزم، به کانال آشپزی با یلدا خوش اومدید. امروز با آموزش خورشت بامیه در خدمتتون هستم. لطفاً تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. ممنون میشم از شما عزیزان که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید. برای درست کردن خورشت بامیه یه مقدار روغن کف تابه میریزیم. پیازهایی رو که از قبل رنده کردیم رو داخل روغن میریزیم و با شعله ملایم پیازها رو تفت میدیم. پیازا که یه مقدار سبک شدن، گوشت گوسفند خرد شده رو اضافه میکنیم و به همراه پیازها تفت میدیم. بعد از اینکه یه مقدار گوشت رو تفت دادیم، ادویه معطر رو به گوشت و پیازا اضافه میکنیم. پودر سیر، پودر زنجبیل، فلفل سیاه و زردچوبه رو به گوشت اضافه میکنیم و همه مواد رو به آرامی تفت میدیم و هم میزنیم. دو قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی رو داخل یک لیوان آب جوش حل میکنیم و به خورشتمون اضافه میکنیم. رب گوجه فرنگی رو به همراه گوشت تفت میدیم تا مزه خامی رب گرفته بشه و رنگ رب باز بشه. بعد از اینکه رب رو به همراه گوشت یه مقدار تفت دادیم، لپایی رو که از قبل به مدت 6 ساعت داخل آب ریسونده بودیم رو به خورشت اضافه میکنیم. چهار لیوان آب جوش به خورشت اضافه میکنیم. در تابه رو میبندیم و زمان میدیم تا گوشت کاملا پخته بشه. تو این مدت میریم سراغ سرخ کردن بامیه های خورشتی. یه مقدار روغن کف تابه میریزیم و بامیه ها رو داخل روغن با شعله ملایم تفت میدیم.
بامیه‌های سرخ شده رو از روغن خارج می‌کنیم. بعد از گذشت 1.5 ساعت درب خورش رو باز می‌کنیم. گوشت‌ها کاملا پخته شده. بامیه‌های سرخ شده رو به خورشتمون اضافه می‌کنیم. گوجه فرنگی رو که از قبل پوست گرفتیم و خورد کردیم رو به خورشت اضافه می‌کنیم. بعد از پخته شدن گوشت خورشتمون نصف قاشق غذاخوری نمک به خورشت بامیه اضافه می‌کنیم. برای خورشتی که با گوشت قرمز درست میشه سعی کنید حتما بعد از پخته شدن گوشت نمک رو اضافه کنید. برای خوشمزه تر شدن و ملس شدن مزه خورشت بامیه 1 استکان کوچیک آبگوره اضافه میکنیم. درب قابلمه رو میبندیم و 30 دقیقه زمان میدیم تا خورش کاملا جا بیفته و غلیظ بشه. ممنون میشم از شما عزیزان. اگر از آموزش امروز من خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید. بعد از 30 دقیقه خورشت بامیه خوشمزه و مجلسی ما آماده میشه. طعم و عطرش فوق‌العاده عالی شده. حتما این خورشت خوشمزه رو امتحان کنید. نوش جان.